شنونده های عزیز سلام. شما را به یکی دیگر از برنامه های پرسش و پاسخ خوش آمدید میگوییم. امیدوار هستم در تمامی امورات زندگی موفق و سرفراز باشید. درنو اوریدونکو، په دې اونۍ کې لومړی میرمن غواړي په ټولنه کې د ښځو د ونډې په هکله ستاسو پوښتنو ته ځواب درکړي چې په دې اړه یو شمېر زیات پوښتنې مو ترلاسه کړي دي. البته قابل یادآوری می‌دانم اگر به سوالات شما در این برنامه پاسخ ارائه نگردید، حتما در برنامه‌های بعدی در بخش مربوطه جواب آن را دریافت خواهید کرد. لومړی میرمن سلام، خپرونې ته ښه راغلاست. تشکر، ډیره مننه. که ستاسو اجازه وي په سر کې غواړم یو څو پوښتنو په هکله یو څه وضاحت ورکړم. برای معلومات بیشتر آقای رحیم جاهد، مدثر و ایمل باید بگویم که بانوی اول یک برادر دارن که ایشان 78 سال عمر دارن. در لبنان زندگی میکنن و هر چند ماه بعد برای 2 یا 3 روز به دیدن خواهرشان یعنی بانوی اول به کابل میایند، ولی اونا هیچ وظیفه در دولت افغانستان ندارن. امیدوار هستم این موضوع برای هموطنان ما و به کسایی که سوال پرسیده بودن واضح شده باشد. بانوی اول، یک شمار از هموطنان ما انتقادهای منفی نمودند. میخوایم تبصره شما را در این مورد داشته باشیم. بسیار تشکر. اینطور است که باید باز تکرار میکنم که هدف ما چیست از این برنامه. هدف ما است که میخوام آشنا شوم امرای مردم افغانستان و میخوام که بفهمم که اوضاع زندگیشون چطور است، از چی رنج میگیرن، از چی شکایت میکنن، امیدهایشون چی هستن، پیشنهادشون چی هستن. هدف ما است که زیادتر امرای مردم افغانستان آشنا شوم. وقتی که شما سوال روان میکنیم میتونیم هر چیز بگوییم. ما کدام مشکل ندارم که شکایت داشته باشیم، چون ما میفهمم که زندگی مردم یک آسان نیست. منتها ما یک چیز خوش ندارم و این ملامت. ما بین شکایت و ملامت یک فرق داره. شکایت یک موضوع طرح میکنه و از همین موضوع آدم میتونه بحث کنه و البته میتونه بالاخره به یک راه حل پیدا شود. ولی ملامت یک چیز است که شما تنها این تخریب است. میخواین تنها بگوین که این خوب نیست و این ما خوش ندارم. خیلی خوش ندارین، سوال پرسان نکنین و دنمی برنامه اشتراک نکنین. اگر دیگر سوالای منفی در برنامه های پسان میاین، شما تعجب نکنین که صرف نظر از اونا میکنیم. بله دقیقا. اگر ما انتقاد میکنیم باید انتقاد ما سازنده باشه. اگر اجازه تان باشه به سوالات میپردازیم. لومړی میرمن صدیق الله مسلم پوښتنه کړې ده چې ولې د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې نه غواړي چې دموکراسي ته لمن وهي؟ آقا جان، ما قرآن کریم خواندم. شما میفهمیم که زبان مادری ما عربی است و خواندن امی کتاب مقدس بسیار برای ما آسان است و از او خاطر بسیار به شدت میتونم بگویم ما از فرمایش خداوند بزرگ در قرآن کریم که بیاین راجع به خانوما ما هیچ مشکل ندارم. منتها یک چیز است که شما باید متوجه باشین. یکان دفعه در ولایت در اطراف انعنات محلی می باشن که البته مردم میگن که اونا انعنات اسلامی هستند، ولی این درست نیست. مثلا
بگویمتان در قرآن کریم بسیار واضح گفته شد که وقتی که یک ازدواج میشه باید که دختر پسر راضی باشن. اگر یکیشان راضی نیست نباید که ازدواج شوه، نکاح شوه. چطور قبول کنین که بد و بدل، ازدواج بد و بدل میشه که هیچ از یکیشان رایشان گرفته نشده؟ هر نوع ازدواج اجباری ای خداوند بزرگ ای را فرمایش نکردن، بالعکس گفته بوده که باید هر دویشان راضی باشن. یک چیز دیگر است که البته شما وارد نیستین که در قرآن کریم گفته شد که در یک خانواده، در یک فامیل وقتی که ولد شوه باید 30 ماه بعد یک ولد دیگر شوه. باید یک فاصله ما بین فرزندان 30 ماه باشه. 30 ماه یعنی 2.5 سال است و بسیار واضح گفته شد که چرا؟ از خاطر که میخواهند که هر ولد شیر مادرش کافی بخوره که مادرش وقت داشته باشه که از تولدشان پس جور شوه. ولی ما هر جای که میبینم اولاد شیر به شیر میارن. ما چیز ندارم ولی ای در قرآن کریم گفته شده بود که 30 ماه باید باشه ما بین ولد و ولد. دقیقاً. ښاغلی راشد نوري پوښتنه کرده چې د ښځو لپاره ټوله ټاکل شوې بودیجه په کابل میشتو میرمنو مه مصرفوئ. دوی غواړي پوه سي چې د ولایاتو میرمنو ته تاسو څه کړې ده، په تیره بیا پکتیکا میرمنو ته. شما راست میگین. اول که دفتر ما شد و که گروپ های خانوما می اومدن پیش ما، زیاد می اومدن از اطراف، از هر جای، از هر کنج افغانستان اومدن، ولی کلشان یک پیغام داشتن که ما را فراموش کردین. ما خانوما که در اطراف زندگی میکنیم هیچ دسترسی نداریم به خدمات صحی، به خدمات تعلیماتی، به خدمات قضایی. بسیار سرازی تأکید کردن. ولی فکر میکنم که یک کمی وضعشان یک کمی خوبتر شد. منتها شما میگین چرا مصرف نکردم سری ولایت. یادتان باشه که ما بودجه ندارم. ما تنها قوت آگاهی همه میتونم، قوت شنیدن مردم، قوت تسهیل کردن اگر کدام مشکل دارن در ادارات که ببینم که کجا معاملاتشان یک کمی بند است که چطور راه حل قانونی پیدا کنیم. مثلا شما از پکتیکا گفتین، البته به یادتان است که 1.5 سال پیشتر دفتر ما امرای نهادهای دیگر یک اجماع ملی زنان افغان برای صلح پیش کردیم. اینطور بود که ما گفتیم که همگی سر مذاکرات صلح کپ میزنن و همگی میگن که خانوما باید نقش داشته باشن، ولی هیچ نمیشنویم که خانوما چی میگن، که برای خانوما صلح چی است و چی رقم باید یافته شود. از او خاطر ما در 34 ولایت هیئت ها روان کردیم. هیئت در مابینش 7-8 نفر، یکانتا از دفتر ما، یکانتا از نهادهای دیگر، یکانتا از خانمایی که در حکومت بست داره. ما میخواستیم که اونا معرفی شون و که بفهمن که وضع خانم‌ها در اطراف چطور هستن. و در پکتیکا ما میفهمم که در تاریخ 8/1397 یک هیئت در اونجا رفته که در مابینش چندین معینان زن حضور داشتن و امرای 300 خانم از پکتیکا شیشتن بحث کردن. اینطور بحث نیست که اونا افکار داشتن و فرض کردن سری خانوما، بالعکس اونا آمدن و گفتن شما برای ما بگویین که برایتان صلح چیست، عواقب صلح چی است و چطور آدم میتونه به صلح برسه. تشکر. خانم گلسوم رایی و آقای امیرجان امیری پرسیدند که در راستای دفاع از حقوق زنان چی کارهایی را انجام دادید؟ آیا سمینارهای برگزار خواهد شد در کابل و ولایات؟ خب اول بسیار تشکر از سوالتان.
ما زیاد خوش ندارم استفاده از اصطلاح حقوق زن، از خاطر که مثل که معنا داره که زن حقوق داره و دیگر نفر حقوق نداره. نه، کل ما که انسان هستیم حقوق داریم، حقوق کرامت انسانی. حق دارن که نفر اونا امرایشان با احترام رفتار داشته باشن و باید که اونا دوش امرای مردا کار کنن. ما سمینارها، سیمپوزیوم ها، هر چیز که ما دفتر ما دینمی 5-6 سال سابق تنظیم کردیم، همیشه کوشش میکردیم که خانمای از اطراف باشن و که امی خانما بفهمن که نقششان در جامعه چی است. شما باید بفهمین که خانما یک نقش بسیار کلان دارند در جامعه. فعلا فکر کنید یک خانواده بدون زن میشه یا نمیشه؟ صحیح است که مرد بدون زن میتونه زندگی کنه، ولی زن که نباشه، نظافت خانه، نان پخته کردن، لباس شستن، تربیت اولاد، زن رقم یک شرش که خانواده به یک جای میمانه. زن است که اگر یک برادر امرای برادر دیگر شروع میکنه در یک بحث بسیار شدید میشه و اونا میخوان جنگ کنه، این همی خانم است که میاد بلیاز خدا امیتون نکنین، بلیاز خدا آرام شوین. زن صلح در مابین اعضای خانواده پیش میبره. ما فکر میکنم که اهمیت زن در جامعه بسیار مهم است، هنوز که در خانه می باشه، ولی یکان تا زن هم مسلکی میشن. البته مکتب رفتن، البته یک مسلک یاد گرفتن و چرا نی اگر میتونن که کار کنن، چرا نی؟ من نمیگم که باید کار کنن بیرون از خانه، این مابین خودش و شوهرش که اونا باید بشینن ببینن. البته اوضاعشون خوب نیست، البته باید یک قاعده دیگر امی فامیل داشته باشه که خانم و شوهرش یک جای به خانواده کار میکنه. این بسیار مهم است و در قرآن کریم ذکر شده بود که خانم زن میتونه یک قاعده داشته باشه. شما فکر نکنین که خانم نمیتونه کار کنه و یک فعالیت اقتصادی نخواد داشته باشه. دقیقاً مثل که بیبی خدیجه خودشان یک تجارت پیشه بودن، کار میکردن. آقای ذبیحالله ثاقب و حیدر قاسمی در مورد پلان شما برای خانم ها پرسیدن که شما بر خانم ها در آینده چی پلان های روی دست دارید؟ سعی کنین ما کدام پلان مشخص ندارم که بگویم که ما میخوام یک مکتب آباد کنم، ما میخوام یک شفاخانه کنم، یک چیز کنم. نه، از خاطر که پول در دست من نیست. ولی در اول وقتی که نو شروع کرده بودم در بست خانم اول، یک مصاحبه تلویزیونی بود. از ما پرسان کردن که شما چی میخواین کنین که در آخر 5 سال کدام دستاورد میخوام داشته باشم برای خانما. و ما گفتم یک چیز بسیار واضح برای ما که اول ازدواج کردم و همینجا آمدم قبل از انقلاب ثور، قبل از تطورات سیاسی، ما زندگی کردم همینجا در افغانستان 45 سال پیشتر در خانواده ولسمشر و همونجا دیدم که خانوما بسیار مردم امرایشان احترام داشتن. هنوز که یک شانتا در خانه میشیستن و یک شانتا بیرون کار میکردن، ولی هیچ فرق برایشان نمیکردن. کلشان با احترام و با خوشی و با مهربانی امرایشان رفتار داشتن. میخواستم که این احترام باز پیدا شود و فکر میکنم که بعد از 5 سال یا 6 سال البته جای خانوما در جامعه افغانی یک کمی محکم‌تر شده. تشکر. آقای سلام جان آریان پرسیدن به نظر شما آیا دستاوردهای 2 دهه پسین در خصوص حقوق بانوان قربانی پروسه صلح نخواهد شد؟ برای کلگی بسیار به قوت و به شدت میگم تا که ولسمشر
رئیس جمهور جمهوریت اسلامی افغانستان است، فکر نمی کنم هیچ ممکن نیست که دستاوردهای امی سالهای اخیر از دست بده. این دستاوردهایی که هم برای خانم‌ها و هم برای مردها، مثلا ما میگم آزادی بیان یک دستاورد بسیار کلان است. شما میفهمیم که در تمام کشورهایی که همسایه ما هستن آزادی بیان نیستن. هر کس نمیتونه هر چیز که به دلش بگوید. ما یقین دارم که دستاوردهای چند سال پیشتر می باشند. میگن که طالبان تغییر خوردن و که اهل ذهنیتشان وسیع‌تر است، که مردم زیادتر برایشان حریت میتن، آزادی میتن. ولی من نمیفهمم، یکان دفعه همینطور میگن، یکان دفعه میشینم در تلویزیون و میبینم یک طالب که میگه که خانمای ناقص العقل. ناقص العقل معنی چیست؟ که نمیفهمه، هیچ چیز نمیکنه. اگر هنوز اونا در ذهنیت ناقص العقل هستن، ما کی میتونیم امرایشان جور شویم؟ ما خواستار صلح هستم. ما میبینم که تمام مردم افغانستان از جنگ خسته شدن، ولی از یک مشکل به یک مشکل دیگر شویم که هیچ نمیتونیم آزادی داشته باشیم. والا نمیفهمم که چطور خدا مهربان است که مرا امیسارات برای ما نشان بده که چطور امی مشکل حل کنیم. آقای زمان جمیلی پرسیدند که چقدر آگاهی به زنان در مورد حقوقشان داده شود. نظر شما را پرسیدند و این که در جامعه پوشش زن و همچنان نگاه مرد به زن تغییر کرده. آیا شما قبول کردین برابری جنسیتی در جامعه ما امکان پذیر خواهد بود؟ حتما آقا جان، شما در مسجد وقتی که قرآن کریم خوانده میشه شما شنیدین. هر وقت که قرآن کریم مخاطب مردم میکنن همیشه میگن المسلمین والمسلمات، المؤمنین والمؤمنات. ایتو نیست که خداوند بزرگ فرق میکنه بین زن و مرد. خصوصیست، اونا البته مسئولیت مختلف دارن، ولی من حیث انسان هر دویشان انسان هستند و خود قرآن کریم فرمایش میکنن در توازن جنسی. ولی انانات ما یک چیز دیگر است که ما باید هم او را مراعات کنیم. و البته شما پرسان میکنیم که آیا تغییرات زیاد شدن؟ ما فکر میکنم یک شانتا تغییرات شدن. خانوما دسترسی به علم، به صحت، خدمات صحی، به قضاوت، به چیزهای دیگه دسترسیشان خوبتر شد و قوانین زیاد شدن که پشتیبانیشان میشه. منتها هنوز کل کار خلاص نشده. مسیر طولانی در پیش داریم که خانوما کلی از این امتیازات داشته باشند. تشکر. بانوی اول یک سوال بسیار جالب داریم، میخوایم که نظر شما رو در این مورد داشته باشیم. آقای شبیر شاهین پرسیدند چرا در افغانستان به زنان خوش صورت زیاد توجه صورت میگیره و در پست‌های بلند دولتی گماشته میشن، در حال که خانم‌های دیگر داریم که مقبول نیستن ولی لیاقت بیشتر دارن. میخوایم نظر شما رو داشته باشیم. حقا این سوال بسیار جالب است. بله. شما باید بفهمین که در چشم من همه خانم‌ها مقبول هستند. دقیقاً. یک دنیا ممنون بانوی اول از این که وقت گرانبهایتان را در اختیار ما گذاشتید و به سوالات هموطنان ما پاسخ را نمودید. درنو اوریدونکو څرنګه چې د خپرونې په پیل کې مو وویل د ښځو په هکله یو شمېر نورې پوښتنې هم لرو چې د وخت کموالي له امله دې خپرونې کې نشو پوښتلی، ولې راتلونکي خپرونو کې به هرومرو ستاسو پوښتنې په پام کې نیسو. په الله مو سپارم، بریا مو په برخه.